خب به نام خدا، سلام خدمت شما دانش آموزای عزیز دوست داشتنی و والدین محترم. بنده اکبری هستم با آموزش ریاضی ابتدایی در خدمت شما. موضوع ما کسر بود. در جلسه سوم ادامه عملیات کسر مربوط به ضرب و تقسیم. در جلسه قبل ما در مورد جمع و تفریق صحبت کردیم. ببینید ضرب و تقسیم این هم مثل جمع و تفریق چند تا نکته ساده و قابل فهم داره که اگر اونو رعایت کنید راحت میتونید سوالای اونو حل کنید. خب من اینجا چند تا مثال آوردم که با استفاده از این مثال ها به مفهوم ضرب و تقسیم پی ببریم. اولین مفهوم 2 ضرب در 1/3 یا به قول معروف 2 تا 1/3. یعنی اگر شما من یک شکل 1/3 رو برای شما در واقع اینجا نشون بدم. این بچه‌ها این 1/3 ما 2 تا از این 1/3 ها می‌خوایم. الان من به این قسمت میگم 1/3. حالا اینم 1/3 اینم 1/3. خب ولی من اینو به صورت رنگی مشخص کردم که قشنگ متوجه بشی که 1/3 یعنی چی. حالا 2 تا از این 1/3 ما چجوری نشون میدیم؟ خیلی راحت شما شکلتون رو میکشید، به 3 قسمت تقسیم میکنید. چند تا از این قسمت ها باید رنگ بشه؟ 2 تا. خب این 1 اینم 2. حالا این شکل ما چه کسری رو نشون میده؟ همون مفهوم کسر که در جلسه اول گفتیم. بله، تعداد کل قسمت ها 3، تعداد قسمت هایی که ما میخوایم رنگ شده 2. جواب میشه چی؟ 2/3. این از این. حالا پس اینجا ما از ضرب با عنوان تا استفاده کردیم. 2 تا 1/3. 1/3 رو اینجا هم نشون دادیم. تو قسمت بعدی ضرب 2 تا کسر داریم. اینجا یک عدد کامل بود. 1/2 ضرب در 2/4. شما اولین کاری که باید بکنید اینه که کسری که اینجا داریم رو بکشید. اینجا از مفهوم از استفاده میشه. 1/2 از 2/4. 1/2 از 2/4. 2/4 ما رو اینجا میکشیم. خب این شکل ما الان چند قسمته؟ 4 قسمت. گفته 2/4. من 2/4 از این شکل رو برای شما مشخص میکنم. این 1/4. این 2/4. الان این شکل ما نشان دهنده 2/4. حالا ما میخوایم از این 2/4 نصفش 1/2 رو در واقع جدا کنیم. چیکار میکنیم؟ اول باید اون 1/2 رو ایجاد کنیم. ببین مخرج رو نگاه میکنیم. مخرج 2 قسمته. یعنی شما باید این شکل رو به 2 قسمت تقسیم کنی. خب ما میایم این کارو میکنیم. این شکل رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. خب حالا گفته از این 2 تا قسمت یک قسمتش برای من. خب ببینیم اون یک قسمت چه عددی رو نشون بده. ما این قسمت رو انتخاب میکنیم. خب دوباره کسر مربوطه رو میکشیم. خب یادتونه اونجا گفتیم اول تعداد کل ها رو می‌نویسیم. اینجا تعداد کلمون میشه چند؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. تعداد کل قسمت های ما شد چند؟ شد 8. حالا ما گفتیم چی؟ 1/2. یعنی ما این قسمت رو انتخاب کردیم. درسته؟ فرقی نداره چه شما چه اینو انتخاب کنی چه این قسمت رو. حالا در این قسمت انتخاب شده، در این 1/2 انتخاب شده چند تا ما مربع رنگ داریم؟ 2 تا. جواب میشه 2/8. پس 1/2 ضرب در 2/4 میشه چند؟ میشه 2/8. این از ضرب کسر. ببینید ضرب فقط این 2 تا حالت رو داره. عدد در کسر، کسر در کسر، که در هر صورت شما ابتدا شکلی که می‌خوایم، قسمت‌هایی که می‌خوایم ایجاد می‌کنید و بعد ضرب تو انجام میدید. حالا بریم سراغ تقسیم. گفته 2/3 تقسیم بر 2/9. این هم راحته. فقط شما باید معنی کنید. 2/3 تقسیم بر 2/9 یعنی در 2/3 چند تا 2/9 وجود داره. شما باز میایید براش چیکار می‌کنید؟ شکل می‌کشید. من شکل میکشم که راحت تر متوجه بشید. خب حالا شکل گفته چند قسمت؟ گفته 3 قسمت. خب من اینو به 3 قسمت تبدیل میکنم. خب الان شکل ما 3 قسمتیه. گفته چند قسمتش رو رنگ کنید؟ 2 قسمت. خب این 1 قسمت، این 2 قسمت. این شکل الان 2/3 رو به ما نشون میده. حالا گفته تقسیم بر 2/9. تقسیم بر 2/9. خب اولا شما باید این 9 قسمت رو ایجاد کنید. چیکار میکنیم؟ ایجاد میکنیم. خب اینجا 3 قسمته. من اینو باید تبدیل کنم به چند قسمت؟ به 9 قسمت. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الان شده 9 قسمت. الان میام چیکار میکنم؟ 2 قسمت از قسمت های رنگ شده رو میشمرم. خب به نظر شما چند تا قسمت 2 تایی داریم؟ خب 1، این یه دونه، این 2 تا، این 3 تا. من 3 تا 9 ببخشید 3 تا 2/9 دارم.
3 تا 2 نهم دارم. خب دیگه وقتی میگیم 2 نهم یعنی 2 قسمت از 9 قسمت. اینجا یکی، این قسمت با این قسمت میشه 2 تا، این 2 تا هم میشه چی؟ میشه 3. میشه 3 تا 2 نهم. پس جواب من میشه چند؟ میشه 3. یعنی در 2/3 من 3 تا 2 نهم دارم. این از طریق شکل. حالا 2 تا نکته اینجا هست که من براتون میگم که خیلی راحت بدون شکل، بدون استفاده از تصویر بتونید جواب ضرب و تقسیم ها رو انجام بدید. نکته اول، در ضرب کسر کافی است صورت را در صورت و مخرج را در مخرج ضرب کنید. تمام شد. مثلا همین کسری که اینجاست، خب 1/2 ضرب در 2/4، صورت در صورت 1 2 تا 2 تا، مخرج در مخرج 2 4 تا 8، همون عدد برای ما به دست. خب این از این. و در صورت امکان چیکار کنید؟ ساده کنید. ساده کردن به چه معنایه؟ یعنی اگر در صورت و مخرج عدد مشترکی وجود داشت میتونید اونو ساده کنید. الان به نظر شما اینجا عددی وجود داره؟ بله. اینجا بین 8 و 2 مشترکه. اگر 8 رو تقسیم بر 2 کنیم میشه 4، 2 رو تقسیم بر 2 کنیم میشه 1. یعنی جواب ما 1/4 هم میشه. تفاوتی نداره. یادتونه کسرهای برابر رو بهتون گفتیم کسرهایی که از نظر عددی و از نظر ظاهری با هم متفاوتن اما از نظر مقداری یک مقدار رو نشون میدن. 1 قسمت از 4 قسمت همون 2 قسمت از 8 قسمت فرقی نداره. خب نکته دوم، در مورد تقسیم. خب کافی است آن را به ضرب تبدیل کنید. کافی است اونو به ضرب تبدیل کنید. حالا به چه شکل؟ به این صورت. چیکار میکنیم؟ اگر یک کسری به ما دادن که تقسیم بود، لازم نیست بیاید اینجوری شکل بکشید. خب فقط کافیه کسر اول رو ضرب در معکوس کسر دوم بکنید. معکوس کسر دوم. حالا چجوری؟ همین رو انجام بدیم. 2/3 تقسیم بر 2 نهم برابر است با کسر اول رو می‌نویسم 2/3 تقسیم تبدیل به ضرب میشه. 2 نهم برعکس میشه 9/2. جای صورت و مخرج عوض میشه. اگر گفتن معکوس یعنی چی؟ میگی جای صورت و مخرج عوض میشود. خب حالا همینو اگه بخوایم انجام بدیم، اگر بخوایم ساده کنیم سریع همینجا ساده میکنیم. میگیم 2/2 میشه 1، این 2/2 میشه 1. 3/3 میشه 1، این 9/3 میشه 3. خب 3 یکی 3 تا 1 یکی که جواب در نهایت میشه 3. همون جوابی که ما اونجا به دست آوردیم. خب دوستان این هم از ضرب و تقسیم کسر. شما الان با 4 عمل اصلی بر روی کسر آشنا هستید. من در ادامه مثال‌ها و سوال‌هایی رو برای شما حل می‌کنم که در واقع تمام این عملیات رو با هم پوشش بده، یعنی سوال‌های کلی رو حل خواهم کرد. خسته نباشید.